سلام علیکم، بفرمایید. خسته باشید آقای انصاری. سلامت باشید. من علی هستم از آذربایجان غربی که کلیپی پخش کردی تو برنامه قبلی تو. بله. عرض کنم خدمت من یه سوالی کردم از اون آیه روستایی در مورد همون حدیثی که خواستم یه حدیثی صحیح بیاره نتونست بیاره. منتها من تو مهمانی بودم یه لحظه شبیه که شما رو نگاه کردم دیدم اون کلیپ نشون دادی. درست. ولی آیا واقعا علمای شیعه در این مورد واقعا روایت صحیحی دارن یا خیر؟ ندارن. خب یه چیزی هم که میخواستم آقای انصاری عرض کنم، من الان تعجب کردم از آقای رضایی، من نمیدونم اینا غیرت ناموسیشون به کجا رفته. بنده من از همین شبکه شما اعلام میکنم یه دونه عادی هستم، یه فرد عادی هم هستم. اولا حضرت علی که ما میشناسیم خیلی بزرگتر از این مسائل است. دو تا مسئولیت حضرت علی به عهده‌اش بود، یکی که به عنوان الگوی این امت، یکی که دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم که به خلاصه خانم ایشون بودن حضرت فاطمه سلام الله علیها. اگر بنده من عرض میکنم اگر حضرت علی الگوی من باشه تعجب میکنم. اون حضرت علی که من میشناسم این کاره نیست. بنده به عنوان یه نفر عادی از آقای رضایی هر کی غیرت داره از خودشو غیرت میدونه به این مسئله بیاد تعرض کنه، حتی به در منم لغت بزنه ها زنده نمیذارم از خونه بره بیرون. ولی از غیرت اینا من تعجب میکنم. بنده من هیچ وقت اصلا نمیتونم اینو قبول کنم که حضرت علی هم چیزی باشه. ولی الانم میگم اونی که غیرت داره اگر اول از ناموسش دفاع نکنه حتی دینش هم درست. من ممنون از برنامه خودتون، تشکر، خداحافظ. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. دقیقاً به خاطر اهمیت همین موضوع یک مجاهد میره در جنگ به خاطر خدا کشته میشه. میگن چی شد؟ شهید شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که من قتل دون عرضه فهو شهید. کسی که به خاطر ناموسش کشته بشه شهید است. چرا این مرتبه و این درجه رو میگیره؟ به خاطر اهمیت ناموس. فرق بین حیوان و انسان، یکی از فرقهای بزرگ همین است که برای یک حیوان مهم نیست که به اون ماده‌ای که باش میگرده کی نزدیک میشه، کی کنارش هست، کی لگد میزنه. والا بعضی از حیوانات هم تو این مسائل غیرت دارن، حساسیت نشون میدن. اما اینها از همونطوری که این برادر آذربایجانی فرمودن از علی که الگو و اسوه باشه باید برای ما. الگو و اسوه باشه برای ما. علی که اولین فدایی گفتم در اسلام علی بود. در بستر پیامبر خوابید، از همه اهل مکه نترسید. از این یک انسان بزدل ترسو ساختن که نمیتونه از همسر خودش هم دفاع کنه. به خاطر چی؟ میگن به خاطر مصلحت. کدوم مصلحت؟ به خاطر بقای اسلام. پس حتما بقای اسلام در خلافت ابوبکر و عمر بوده. پس چرا به ابوبکر و عمر فوش میدید؟ علی به خاطر بقای اسلام قیام نکرد، از همسرش دفاع نکرد، دختر پیامبر دفاع نکرد. کدوم اسلام؟ اسلامی که در رأسش ابوبکر و عمر بودن. گیج شدیم ما. چی دارید میگید شما؟ از یک طرف میگید اینا مرتد شدن، غصب خلافت کردن، فلان کردن. از یک طرف میگید به مصلحت. کدوم مصلحت؟ همونطوری که برادر عزیز آذریمون گفتن وقتی که مسئله ناموس یک مسلمان، یک انسان مطرح باشه، در روی کره زمین هیچ چیز بالاتر از ناموس انسان نیست. به خاطر همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که در دفاع از ناموسش کشته بشه شهید است.